سرخط مهمترین خبرها در گذشت رئیس پیشین زندانهای تاجیکستان. شماره قربانیان زمین لرزه در افغانستان به 27 کس رسید و نمازخانه مهاجران در راههای روسیه جنجال برانگیخت. سلام بینندگان عزیز، با امید روزگاری خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 4 نوامبر سال 2025 است. عزت الله شریف زاده معروف با لقب زارا سردار پیشین اداره زندانها در تاجیکستان در 72 سالگی درگذشته است. در این باره ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 3 نوامبر خبر داد. عزت الله شریف زاده از سال 1997 تا 2005 سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه بود. علت مرگ شریف زاده رسما اعلام نشده است. او 12 سال پیش در مقام سردار اداره زندانها یک نهاد تابع وزارت عدلیه کار کرد. سال 2018 و پس از چند ماه آشوب خونین در زندان شهر خوجند که زیاد از 20 کشته بر جای گذاشت از منصب برکنار شد. در زمان رهبری عزت الله شریف زاده شکایت از فساد در زندانها و شکنجه محبوسان زیاد رسانه گشته است. مرگ حمزه اکرامزاده در سال 2012 در محبس این بحث را داغ کرد. پیوندان اکرامزاده گفتند که در بدنی آثار مرگ مجبوری با استفاده از اتو یا دستمال تفسان مشاهده شده است. هرچند عزت الله شریف زاده گفته بود کار به کمبود نمی شود، شکنجه زندانیان را با نیروی برق رد کرد و از سال 2018 بازنشسته بود. شماره قربانیان زلزله شب 3 نوامبر در افغانستان به 27 نفر رسید. خبرگزاری باختر که زیر نظارت حکومت طالبان کار میکند گزارش داده است در پی زلزله 735 کس آسیب دیده است. تعداد قربانیان و زخمیان میتواند هر ساعت بیشتر شود. بعضی آسیب دیدگان میگویند که این زمین لرزه سخت و دوامدار بود و برای همین تلفات و ویرانی های زیاده بر جای گذاشته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشت این زمین لرزه تلفات گسترده در پی داشته است اما آمار پیشنهاد نکرد. عملیات نجات در ولایت‌های سمنگان و بلخ ادامه دارد. مسجد کبود مزار شریف که در عصر 15 بنیاد شده است نیز در این زمین لرزه زیان دید. پاره‌های بنای مسجد و مناره‌هایش فرو ریختند. شب دوم به 3 نوامبر زمین لرزه سخت افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان را تکان داد. مرکز زلزله ولایت بلخ افغانستان اعلان شد و قوه لرزش زمین در اینجا 6.7 بال اعلان شد. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان گفته بود که قوه زمین لرزه در پایتخت تاجیکستان به 4 درجه جدول ریختر برابر است. مقامات تاجیکستان گفتند زلزله هیچ خساراتی در پی نداشت. اطلاع الترناتیوی در این باره دسترس نیست. دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ از شرکت‌داران نشست پرزیدنت‌های آسیای مرکزی و آمریکا دعوت کرد که در برابر همکاری‌های اقتصادی و امنیتی و بهبود وضع حقوق بشر در این کشورها نیز تمرکز کنند. دعوت این سازمان روز 3 نوامبر 3 روز پیش از برگزاری دیدار پرزیدنت‌های تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان با رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در شهر واشنگتن نشر شد. دیدبان حقوق بشر میگوید که جلسه در چارچوب اسفند 1 در حال برپا می شود که کشورهای شرکت‌دار سرکوب مخالفان و مطبوعات و قصاصگیری از منتقدان را در داخل و بیرون کشورهایشان افزایش دادند. در این اظهارات درباره تاجیکستان گفته شده است که صدها سازمان اجتماعی بسته شده، دهها بلاگر، روزنامه‌نگار و فعالان مدنی زندانی شدند. چند سازمان سیاسی از جمله حزب نهضت و گروه 24 بسته و ممنوع هستند. مقامات اعتراضهای آسایشی را در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای 2021 و 2022 بیرحمانه سرکوب نمودند. به نوشته دیدبان حقوق بشر دوام سال 2025 5 اعتراضگر زندانی در محبس جان دادند. مقامات روسیه گفتند که رفتار راننده را می‌سنجند که در اول ماه اکتبر مسافران را در داخل اتوبوس مانده خودش به نماز پرداخته است. حادثه در منطقه خباروفسک روسیه رخ داده. شرکت اتوبوس‌های شهری گفته است راننده مهاجر کاری است. هفته‌های اخیر نوارهای زیادی در صفحه‌های ملیت‌گراهای روس در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که مهاجران کاری را هنگام ادای نماز اینجا و آنجا نشان می‌دهد. این مسئله بحثی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. گزارش امروزه ما در همین باره است. مقامات روسیه گفتند رفتار راننده اتوبوس را می‌سنجند که اول ماه اکتبر مسافران را در داخل اتوبوس مانده خودش به نماز پرداخته است. حادثه در کشور خباروفسک روسیه رخ داده است و شرکت اتوبوس‌های شهری گفته است راننده مهاجر کاری است. حالا معلوم نیست به راننده چیکار کردند، تنبیه گرفته است و یا چیزی دیگر. اما این یگانه حالتی نیست که ساکنان روسیه از عبادت مهاجران در کوچه‌ها شکایت می‌کنند. هفته‌های اخیر نوارهای زیادی در صحیفه‌های ملیت‌گراهای روس در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که مهاجران کاری را هنگام ادای
ادای نماز اینجا و آنجا نشان می‌دهند. کاربران هم این رفتار مهاجران را انتقاد می‌کنند و آن را تبلیغ دین در مکان‌های جمعیتی می‌دانند که به قول آنها در روسیه ممنوع است. یک مهاجر تاجیک در مسکو گفت واقعاً شاهد می‌شود که مهاجران از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در کوچه و پس‌کوچه‌ها و توقفگاه‌ها جای نماز می‌اندازند و نماز می‌خوانند. خواستن تاکسی‌ها وقتی نمی وقتی پیشین یا عصر رو شام میشه دیگه اولاد نمیشه این دو وقت یا عصر یا شام یا پیشین دام کم میشه انا اصلا عصر شام تو وقت باز این هم کم شد هم مقصد دیگه وقت نمیبود مثلا ایلی مسکو تو پیش مسجد میری که بیسول یک 3-4 ساعت وقت میگذره همونجا می پارتو ماشین شما میکنه میخوندم یا پیش دوما یا که در پیش مسترکت یا در پیش رقصار 2 minut 2 دقیقه میگذره میره. با گفته این مهاجر پلیس به نمازگزاری در جایهای جمعیتی کمتر دخالت میکند و اکثرا مردم تاجایی است که اعتراض و شکایت دارند. والنتینا چوپک حامی حقوق مهاجران که قبلا در روسیه زندگی میکرد گفت قانونگذاری عبادت را در مکانهای عمومی منع نکرده دقیقاً اجازت نیز نداده است. با گفته او اگر مقامات روسیه بخواهند برای این عمل جزا پیدا میکنند. اگر به طور تحریف‌آمیز شرح دهیم این عمل را میشود میده‌باشی عنوان کرد. زیرا نمازگزاران به زانو میزنند، روی گلیمچه مینشینند، دستهایشان را بالا و پایان میکنند. این را میتوانند همچون میده‌باشی بها دهند. از جانب دیگر دشنام حقارت کردن نمازگزاران در افتادن به آنها نیز میده‌باشی به حساب می رود. اما متاسفانه در روسیه حکومتداران ملتگرا هستند و آنها کسی را جزا نمیدهند که ناحق است، بلکه از دو ناحق کسی را جزا میدهند که چشمان آبی و موی سری زرد ندارد و چشم کبود موی زرد به جزا میماند. متاسفانه. مقامات روسیه میگویند نمازگزاری مهاجران در جایهای جمعیتی تنش اجتماعی را به بار میآورد. والری فادیف رئیس شورای عاید به رشد جامعه شهروندی و حقوق انسان در روسیه ابتدای ماه اکتبر گفت که خواندن نماز در مکانهای جمعیتی بر روحیه زمانه سازگار نیست. تنش اجتماعی از اینجا سر میزند. این مسئله مربوط به فرهنگ، زبان و همگرایی است. وقتی کسی در مترو جای نماز میاندازد و نماز میخواند این نامقبول است. ادهم حیدرزاده دانشمند علوم اسلامی در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مسئله نمازخوانی مهاجران در روسیه شورای علمای تاجیکستان باید فتوا صادر کند. رادیوی آزادی برای دریافت نظر شورای علما در رابطه با این موضوع مراجعت کرد. در صورت دسترس شدن پاسخ شورای علما آن را نشر خواهد کرد. روحانی تاجیک گفت اسلام هم عبادت در راه را جایز نمی‌شمارد. پیامبر در 7 جا نماز خواندن را نهی کردند، از جمله در راه علما گفتند که در شرح حدیث به سبب آن است که انسانی که در راه نماز میخواند با گذشتن همون انسان‌های راهگذر خوشش پریشان میشود و خشوعش دور میشود. در شبکه‌های اجتماعی زیر این گونه ویدیوها خودی کاربران تاجیک هم مهاجران را سرزنش میکنند که در کشور با فرهنگ بیگانه این کار را میکنند و عاقبتش را نمیاندیشند. دیگران زیر برف و باران روی راه و کوچه نماز گذاشتن را خودنمایی و یا افراد میشمارند و سبب آن را کمسوادی مهاجران مینامند. مهاجری تاجیک دلیر که در مسکو تاکسیرانی میکند گفت مهاجران نباید با رفتار خود با آتش مهاجرستیزی در روسیه دامن بزنند. وطنی ما نیست در جای نماز خواندن در کره که بیسو در هیچ که خلال نتیی بیا اون نمازخانه هم هست کم پروچ که جور معین کن خواهی همین دیدی که همینو هم کرده سیم یکون برنیز داری دامون راه هم به نمازخانی هم دامون راه هم بینا رو هم بینا مثال همین بامونه میکنن که یا عیب یوان. والنتینا چوپک حامی حقوق میگوید دخالت و مانع شدن به نمازگزاری مهاجران در روسیه تمایلی نو نیست، بلکه به گفته وی از سالها پیش مشاهده می شود و وابسته به سطح مهاجر بدبینی کم و زیاد می گردد. به قول خانم چوپک مهاجران به نمازگزاری در مکانهای عمومی یا در کوچه برای خود درد سر می خرند، کاری که نباید کنند.
بعد تحریم دو شرکت کلان نفتی روسیه از سوی آمریکا، چند شرکت بزرگ چینی خرید نفت را از روسیه بس کردند. در این باره پایگاه بلومبرگ با تکیه به منابعش خبر داده است. با گزارش منبع خودداری، شرکت‌های چینی از خرید نفت روسیه باعث یکباره پس شدن نرخ نفت اسپو شد. ماه اکتبر آمریکا با دلیل جنگ روسیه در اوکراین علیه شرکت‌های روسیه روسنفت و لوکویل تحریم جاری کرد. با گزارش پایگاه بلومبرگ، کلانترین شرکت‌های کارکردی نفت چین از جمله سینوپز و پتروچین از خرید نفت روسیه دست کشیدند. این شرکت‌های چینی از آن ترس دارند که بر روی خط تحریم‌های آمریکا و اتحاد اروپا شامل می‌شوند. اخیراً اتحاد اروپا شرکت چینی شاندونگ یونگ پتروکمیکال را بر روی خط سیاه شامل کرد. به حساب رستد انرژی از بعد خودداری چند شرکت کلان چینی، انتقال نفت از روسیه به چین روزانه تا 400,000 بشکه در روز کم شده است. در این زمان بلومبرگ می‌نویسد که تحریم‌های نتیجه برعکس هم داده است. از جمله شرکت یولانگ که قبلا از سوی اروپا تحریم شده بود، پر به خرید نفت روسیه گذاشته است. در همین حال ترکیه هم خرید نفت از روسیه را کم کرده است. ایالات متحده آمریکا کم کردن خرید سوزشواری از روسیه را با شریکانش در آسیا نیز بررسی دارد. روسیه تحریم‌های غرب را غیرقانونی می‌داند. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 نوامبر را فرا می‌گیرد. 4 ноябри соли 1938 дар қаламравҳои ҷанубу шарқи тоҷикистон дар масоҳати наздики 50,000 гектар замин мамнӯъгоҳи бешаи палангон таъсис шуд, ки зери ҳимояи давлат гузашт. бешаи палангон пеш аз ҳама бо ҳадафи ҳифзу парвариши бешаву туғайзорҳо, кӯл ва олами набототу ҷонварони он ба вуҷуд омад. вале исми ин парки калони табиӣ пеш аз ҳама ба хотири дарандаи нодираш, паланги туронӣ номгузорӣ шудааст, ки солҳои 1950 дар ин ҷо дида шудааст. 3 ба 4 ноябри соли 1998 собиқ фармондеҳи фронти халқӣ ва полковники ошӯбгар Маҳмуд Худойбердиев аз марзҳои шимоли Тоҷикистон гузашта шаҳрҳои Хуҷанду Чкаловск, Қайроқуму Уротепа ва шоҳроҳу фурудгоҳҳо ва истгоҳҳои муҳими роҳи оҳан то Ағбаи Анзобро таҳти назорати худ даровард. алайҳи Маҳмуд ва ҷангиёнаш нахустин бор нерӯҳои давлат ва иттиҳоди нерӯҳои оппозитсион ҳамроҳ амал карда баъди 3 рӯз ӯро аз хоки Тоҷикистон берун карданд. Тоҷикистон ангушти иттиҳомро ба сӯи Узбекистон баланд кард, вале ҳукумати Ислом Каримов инро ҳамеша рад кардааст. 4 ноябри соли 2016 дар Тоҷикистон маркази ягонаи коммутатсионӣ ба кор шурӯъ кард, ки идеяи баҳсбарангези раиси хадамоти алоқа ва қудои президент Бек Сабурро амалӣ намуд. кори ин марказ дар танзими соҳаи мухобирот, яъне интернету алоқаи мобил буда, озодиҳои пешини ширкатҳои ироакунандаи интернетро аз байн бурд. баъди ин суръат ва сифати интернет дар Тоҷикистон осеб дид, душанбе мавриди интиқоди ҳомиёни озодии баён қарор гирифт ва арзиши хадамоти интернетӣ барои аҳолӣ якбора боло рафт. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 112,113 سامانه برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 4 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلتی برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. خدا نگهدارتان.